عملیات خاکی. فرایند احداث یک پروژه ساختمانی معمولاً با عملیات خاکی شروع می‌گردد. این عملیات با هدف آماده‌سازی بستری مناسب و مقاوم برای اجرای فونداسیون و تأمین طبقات زیر زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند. مراحل این عملیات شامل تخریب بناهای قدیمی موجود در ملک و جمع‌آوری نخاله‌ها، تمیزسازی بستر از گیاهان، درختان و ریشه‌ها، برداشت جداگانه خاک نباتی از خاک نامرغوب، خاکبرداری، خاکریزی و گودبرداری. و تسطیح و متراکم‌سازی سطح نهایی میباشد. تالی پارک